قلفینای پروران جماعت شهرک کیروف ناحیه وخش در این شب و روز بسیار پرکار و سرتشویش گشتند، چون با استفاده از هوای گرم و آفتابی منطقه حاصل فراوان اولین میوه بهاری را خون می‌دارند. همین است که هر یک سری قدم در حدود این جماعت امروزها میتوان دهقانان را مشغول کار و تاجران را بندی خریدید. 80 سوتیخ کلومنیکه 10 سوتیخش کپای ایموی январ то феврал махкамш бекиди марда ба чиндана сар бекиди лайхам набош ай систем то 40 сумай акриш 23 сумай акам ҳозир заминишам пухтесай капагишам ҳама капам бечинан ҳама беғадар капа бечинан доима айқиб я азоб бекашида зимистон биёд махкамшкил хуишкил махкамшкил хуишкил دهقانانی که در داخل گرمخانه ها قلفینای را کش کرده بودند از ماه مارس این جانب حاصل قلفینای را جمع آوری کرده ایستادند. خیلی که امروز شما میبینید حاصل فراوان است و دهقانان هر یک پرچه زمین را ثمره‌ناک استفاده میبرند. با گفته دهقانان جماعت مذکور این نمود میوه زمینی کم خرج و سردرآمد بوده نسبت دیگر ضرورت‌های خوجگی قشلاق تیزتر میرسد. از این رویشان هر یک پارچه زمینی در اختیار داشته را ثمرناک استفاده برده کشت توت زمینی را به راه مانده‌اند. ما همینجا 30 سوتیخ دا قلفینای کوردیم. ای مای مارت است که جمع‌آوری حاصل رفته است. ای 30 سوما تا 40 سوما را مثال امیرا ما با فروش برآورده. خریدارا هم از شهر دوشنبه، از شهر باختر، از شهر کلوب همینجا میان. امیرا میخرن و میگیرن میروند. ما اذیت نمیکشیم از سر زمین. واقعا باشندگان جماعت شهرک کیروف ناحیه وخش در برابر کشت و کار دیگر نمود زراعت خوجگی قشلاق با پرورش قلفینای مشغول شده سالهای اخیر قسم بیشتر بازار و دکانهای جمهوری را در دل فصل سال با قلفینای خوشمزه و باصفت تامین می‌نمایند. امروز کیروف تمام امروز جمهوریت تامین کرده بوده. چه دوشنبه ایست کلوب ایست مسکو اسکی فعالخور همه جا اما حاجی شریف در میان همونجا بار بکنن رایون تقسیم میکنن. در حدود جماعت شهرک کیروف بیش از 90 گکتار زمین قلفینای کش کرده شده است. تا امروز 30 تانه و بازارهای ولایت ختلان و شهر دوشنبه همین نوع میوگی صادرات شده است. برای دهقانان و کشاورزان ناحیه وخش راه‌اندازی کردن این نمود خوجگی‌داری منفعت خوبی مالیوی می‌آورد. از اینجاست که خرد و بزرگ همه قوای مهنتی را محض در همین سمت روانه کرده صبح تا شام زحمت می‌کشند و سال از سال میدان پرورش قلفینای را در جماعت بیشتر می‌کنند. 700-800 کیلو فروختیم دا. همین حساب ما زندگیمون را پیش میبریم. هر از خود دارن کلیونکا همه یورا می‌خریم. مثلا امروز از خود می‌کنی با فایده میمونه. باید گفت که برزگران جماعت مذکور محض با قلفینای پروری نام برآوردند. از این رو برای به فروش گذاشتن محصول شب و روز رنج بردهشون دشواری نمیکشند. زیرا نزد خوجگی‌های دهقانی بازار خرد موسمی تشکیل یافته است و دهقانان بدون عذاب قلفینای جمع‌آوری کرده خویش را همینجا به دست تاجران می‌سپارند. همین طریق آنها تمام تلاش خود را میکنند تا هم بازارهای مملکت به این نمود محصولات کشاورزی تامین گردد و هم زندگیشان بهبود یابد.